هنر برای هنر، علم برای علم و همچنین درست قبول کنید مذهب به خاطر مذهب، مذهب به خاطر مذهب. این همونطور که علم به خاطر علم بزرگترین تجلیل را ظاهراً از علم در برداره و علم در خدمت انسان ظاهراً علم را وسیله و مقدمه میکنه برای انسان، نه هدف نه اصل. همونطور که هنر به خاطر هنر تجلیل از هنره، اما هنر در خدمت انسان تحقیر هنر ظاهراً. مذهب به خاطر مذهب تجلیل از مذهبه و اصالت دادن به مذهبه، اما مذهب در خدمت کمال انسانی تحقیر مذهبه، اما تجلیلی از مذهب که در زیر این جلال حقیقتش منجمد و تعطیل میشه. چنان که امروز میبینیم مذهب، شعائر مذهبی، مراسم دینی، عبادات، سنتها و حتی مخارج و ابراز احساسات مذهبی در شیعه، در اسلام، در مسیحیت خیلی بیشتر از گذشته، خیلی بیشتر از گذشته. مسجد پیغمبر نگاه کنید با مسجد حاضر، با مسجد هر گوشه ایش اثر شاهکاری از هنر، ذوق، نبوغ، طلا، سرمایه. این تجلیل از مسجده، اما درونش خالی از محتواست، هیچی نداره، هیچ. مذهب به خاطر مذهب، نماز به خاطر نماز، روزه به خاطر روزه، حب علی به خاطر حب علی، قرآن به خاطر قرآن، یعنی علی را، قرآن به، روزه به، نماز به، تشیع به، اسلام به تجلیل کردن، اما از مصرف انداختن، یعنی اون چرا که وسیله نجات ماست برداشتن، توی پنبه و تاقچه و قاب طلایی دیوار گذاشتن، در برابرش هی خم شدن، هی سجده کردن، هی تجلیل کردن و هی دردی دوا نکردن. این مذهب به خاطر مذهب. خود کلمه مذهب نشون میده این تمام اصطلاحات مشابهی که احساس دینی در فرهنگ اسلامی و ابراهیمی نشان میده. دقت کنید، برخلاف اصطلاح مشابهش در لاتین، راه بودن دین رو نشان میده. راه، مفهوم راه، فعل، طریقت، شریعت، خود دین، خود مذهب، همه اینا به معنای راه، راههای مختلف. فعل، راههای پیچ و خمدار کوهستانی نشان میده. طریق، راههایی از منطقه به منطقه، راه سفر. شریعت، راه آبه، رودخانه سطحش بالاتره، سطح ساحل و سطح آب پایین‌تره، برای دست رسیدن به آب و آب برداشتن یک راه. همه اینا نشان میده که کلماتی که انتخاب شده برای مذهب و نشان میده که مذهب راه رسیدن به یک هدف، نه در خود راه ایستادن و ازش تجلیل‌های بی حقیقت و بی هدف کردن. چون این مثال یک مطلب دیگه زدم که اگر خود راه که جاده ایست که ما از اون جاده مستقیم باید به شهر برسیم و آبادی، اون راه که باید فقط صاف باشه و هموار ما بدونیم چگونه ازش بگذریم، فقط وسیله. اگر این را آوردیم گردشگاهش کردیم، چراغونیش کردیم، اسفالتش کردیم، چمنکاریش کردیم، پیاده‌روهاش یه جور دیگه درست کردیم،
تزیینات فراوان بهش دادیم، زیباش کردیم، اما ما رو در خودش نگه داریم. هی بریم و هی بیاییم، هی خرجش بکنیم، هی دربارش فکر کنیم و همه عمرمونم مصرفش بکنیم، یک قدم ما رو به جایی نمیرسونه. چون که میبینیم نمیرسونه. این به خاطر اینه که راه به خاطر راه شده، راه برای راه، قدم زدن نه رفتن. این راه برای راه برای رفتن، راه برای رسیدن به هدف. مذهب نیست، اما امروز مذهب به خاطر مذهب یعنی اعتقاد به این مذهب سلب مسئولیت از معتقد به اون مذهب میکنه. کدام مذهب؟ خود اسلام اصولاً برای عمیق‌ترین و روشن‌ترین و قاطع‌ترین بیان را برای نشان دادن مسئولیت انسان انتخاب کرد. انسان موجودی است که در تمام هستی تنها او امانتی را که خدا بر زمین و آسمان و کوه‌ها عرضه کرد گرفت. یعنی انسان امانتدار خداونده، یعنی متعهده، یعنی مسئول. امانت یعنی همون مسئولیت، یعنی تعهد. انسان به خاطر انسان نیست، انسان آزاد نیست، آزاد مسئول، نه مجبور و نه آزاد. اساس مسئولیت در خود قرآن به یک شدتی طرحه و در اعتقادات ما انتها به یک شکلی همه اینا مطرحه، اما یک جوری معنی که منقلب کردن که واقعا معجزه. خود این که در قیامت میگن دست و پا و چشم و گوش خیانتکار شهادت میدهند عملی را که کردند، این نشان بیان کننده این است که انسان جز اندامش در برابر رسالت انسانیش مسئولیت داره. به این من و بحث سر اینه که آیا استخوان بعد از این که پوسید شبهه آکل و معکول در بارش اجرا شد بعد میتونه سوال جواب بده؟ یه عده روشنفکر میگن نخیر، از لحاظ فیزیولوژی نمیتونه. یه عده باز مؤمن میگن که نخیر. آیا بحث کدام طرف داریم میگه؟ نه، هر کدوم که حل بکنیم بازم بی ارزش. فقط مسئولیت ان السمع والبصر والفؤاد این کل اولئک عنه مسئول. گوش، چشم و دل یعنی احساس همه مسئولیت دارن. یعنی انسان در جزش و در بعدش و در غریزش مسئولیت برش باره. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیه. مسئولیت ببینید مخصوص رهبر نیست، مخصوص روحانیون نیست، مخصوص روشنفکران نیست. هر فردی در این جمع مسئولیت رهبری همه جمع داره. این درست همون چیزی که امروز